سلام دوستان، به اولین جلسه از آموزش زبان برنامه‌نویسی جاوا اسکریپت خوش اومدید. اگر قصد ورود به دنیا برنامه‌نویسی و طراحی وب رو دارید، شاید یکی از مهمترین شاهراهایی که باید از اون عبور کنید زبان برنامه‌نویسی جاوا اسکریپت هست. به این دلیل که یکی از مهمترین زبان‌های برنامه‌نویسی حوزه وب محسوب میشه. جاوا اسکریپت اولین بار با اسم لایو اسکریپت توسط شرکت نتاسکیپ معرفی شده و بعدها به اسم جاوا اسکریپت تغییر نام میده. البته یه نکته جالبی که اینجا وجود داره این هست که بدونید جاوا اسکریپت نه از نظر ساختار و نه از نظر مفاهیم هیچ شباهتی به زبان جاوا که سمت سرور هست نداره. فقط یک تشابه اسمی در حد همون نام کلمات و یک سری نام و نشون باقی مونده و به طور طبیعی بعد از اینکه ما HTML و CSS رو یاد میگیریم نوبت به یادگیری زبان جاوا اسکریپت میرسه. یادگیریش کار آنچنان سختی نیست. فقط نکته مهم در رابطه با یادگیری زبان این هست که برخلاف HTML یا CSS که یک زبان نشانه گذاری محسوب میشن، جاوا اسکریپت یک زبان برنامه نویسیه. پس انتظار یادگیری سریع و بدون دردسر رو نداشته باشید و خودمون رو باید برای یک سری چالش‌های جدید و درگیری‌های ذهنی بیشتر آماده بکنیم. به چه دلیل؟ به این دلیل که ببینید دوستان، جاوا اسکریپت ما به شکلی باید یاد بگیریم که بتونیم ازش با توجه به سینتکس هایی که داره و با توجه به ساختار و دستورالعملی که داره اون رو باید داخل HTML و CSS پیاده سازی بکنیم. اما یک چرا این وسط وجود داره که چرا باید جاوا اسکریپت رو یاد بگیریم، چرا باید خودمون رو به چالش بکشیم و درگیری ذهنی برای خودمون در واقع به وجود بیاریم. یکی از ارکان اولیه برای ورود به دنیای برنامه‌نویسی و خصوصاً برنامه‌نویسی وب یادگیری جاوا اسکریپت. اگه بخوایم به طور کلی صحبت بکنیم، جاوا اسکریپت کارش افزودن منطق به فضای HTML. HTML در واقع چارچوب و اسکلت بندی یک صفحه وب رو میسازه و در واقع به کمک HTML و CSS به تنهایی نمیتونیم یک صفحه وب کامل داشته باشیم. فرض کنید شما میخواید توی یک صفحه HTML با کلیک روی یه دکمه یه محتویات جدیدی رو در اون صفحه HTML نمایش بدید یا یک سری مثلا المنت های صفحه رو حذف یا اضافه کنید یا جابجا کنید. این کار به تنهایی HTML و CSS نمیتونه پیاده سازیش بکنه. اینجا نیاز هست که جاوا اسکریپت پا به میدون بذاره و بار منطقی و اجرایی بسیاری از کارهای وب رو به دوش بکشه. نکته بعدی این هست که جاوا اسکریپت جزء زبانهای فرانت اند وب محسوب میشه. اگر که نمیدونید فرانت اند و بک اند چی هست، خب من یه توضیح مختصر بهتون میدم که شما آشنا بشید، که چون ما با این دو کلمه خیلی در این دوره آموزشی سر و کار داریم. به طور کلی ما برنامه‌نویسی وب رو به 2 تا بخش تقسیم میکنیم: بخش فرانت اند و بخش بک اند. فرانت اند به اون چیزی گفته میشه که توسط کاربر دیده میشه و در مرورگر وب شما رندر میشه. اما بک اند اون چیزی هست که در سمت سرور با پردازش منطقی و هسته سایت بر عهده داره رو به اون میگیم بک اند. و جاوا اسکریپت اصولاً یک زبان سمت کاربر یا فرانت اند است که بار منطقی فرایندهای سمت وب رو به عهده میگیره. البته یه نکته مهمتر این هست که بگم با وجود اومدن یک زبانی مثل Node.js ما امکان نوشتن سرویس های وب سمت سرور رو با جاوا اسکریپت میتونیم چیکار کنیم؟ انجام بدیم. دوستان من یه پرانتز باز میکنم اینجا. اگر یک سری جملات و یک سری کلمات رو من میگم که تا حالا به گوش شما نخورده یا اینکه خیلی اطلاعاتی ازش ندارید، اصلا نگران نباشید، چون من در طول این دوره آموزشی مباحثی رو میگم و به قول معروف مطالبی رو در این رابطه براتون توضیح میدم که این قضایا کاملا برای شما جا بیفته و این ترس رو در شما از بین ببره. اما ما یک سری ابزارها و کتابخانه‌های معروف داریم که بتونیم با اونها
توی زبان جاوا اسکریپت کار بکنیم. یکی از اون مزایای این قضیه این هست که برای جاوا اسکریپت یک سری فریم ورک ها و کتابخونه هایی وجود داره که بر پایه این زبان به وجود اومدن. اگه بخوام یک توضیحی در مورد کتابخونه یا لایبرری براتون بگم، این هست که کتابخونه هر زبان برنامه‌نویسی در واقع مجموعه ای از دستورات اون زبانه که در قالب خلاصه و آماده برای استفاده قرار میگیره. خیلی ساده. یه بار دیگه میگم، کتابخانه هر زبان برنامه‌نویسی مثلا جاوا اسکریپت در واقع مجموعه از یک سری دستورات همون زبانه که در قالب خلاصه و آماده برای شما استفاده میشه. و یکی از مشهورترین و ناماشناترین کتابخانه های جاوا اسکریپت jQuery هست که در واقع jQuery میاد دستورات پیچیده جاوا اسکریپت رو به صورت ساده و آسون در اختیار شما قرار میده. یعنی هلو بپر تو گلو، دیگه از این بالاتر آدم چی میخواد، از این بهتر چی میخواد. اما از مزیت‌های jQuery میتونم این رو مثال بزنم که اگر مثلا شما یه کاری رو جاوا اسکریپت میاد با 10 خط کد انجام میده، jQuery با یک متد یک خطی اون کار رو انجام میده و همون کار رو با کیفیت و دقت بالا میتونید شما خروجی بگیرید. پس ببینید الان مطمئنم که شما خیلی کنجکاو میشید با دونستن این قضیه. اما برای اینکه بیشتر شما رو به یادگیری جاوا اسکریپت علاقه‌مند کنم، میخوام به شما بگم که این روزها جاوا اسکریپت تنها یک زبان برنامه‌نویسی برای طراحی سایت و نمیدونم یه مقدار انیمیشن و حرکت و منطق به وبسایت ها نیست. فریم ورک ها و ابزارهای بسیار زیادی به کمک این زبان توسعه داده شدن که ما به کمک اونها میتونیم چیکار کنیم؟ مثلا اپلیکیشن موبایل طراحی کنیم یا سیستم های پیچیده رو پیاده سازی کنیم. به عنوان مثال، یک زمانی شما میخواستید برای گوشی های اندروید یا سیستم عامل iOS اپ بنویسید، یک برنامه بنویسید. خب این مستلزم این چین بود که برای هر کدوم زبان جدا و مرتبط با خودش شما برید یاد بگیرید. اما یک سری ابزارهایی مثل React.js توسط شرکت فیسبوک یا AngularJS توسط شرکت گوگل به وجود اومدن که ما میتونیم چیکار بکنیم؟ با استفاده از اونها اپلیکیشن های موبایل تا سیستم های وب بتونیم راحت پیاده سازی بکنیم. و اگه بخوام یه توضیح در مورد این دوتا کتابخونه بهتون بدم، این هست که کتابخونه React.js بسیاری از سایت ها و سرویس های بزرگ رو پشتیبانی میکنه. React Native یه محصول دیگری از شرکت فیسبوکه که امکان تولید اپلیکیشن های موبایل رو بر پایه زبان جاوا اسکریپت برای ما فراهم میکنه. اگه بخوام یه مثال خیلی ساده براش بزنم و اون اپلیکیشنی که هر روز شماها دارید باش کار میکنید و شاید ساعتهای زیادی از زندگی شما رو درگیر بکنه، شاید اپلیکیشن موبایل اینستاگرام هست که توسط این فریم ورکی که بر پایه جاوا اسکریپت نوشته شده. پس به قدرتش شک نکنید. فریم ورک بعدی که میخوام در موردش باتون صحبت کنم AngularJS هست که گوگل در واقع آخرین نسخه هاشو همین چند وقت پیش بروز کرده و بسیاری از ابزارها و سرویس های بزرگ رو بر پایه اون چیکار کرده؟ توسعه داده. و یه نکته خیلی مهم، یک زبان اوپن سورسی هم به نام Node.js وجود داره که چون زبان جاوا اسکریپت بیشتر سمت کاربر یا همون فرانت اند داره فعالیت میکنه، این زبان میاد بهش کمک میکنه که در سمت سرور و بک اند هم شروع کنه فعالیت کردن. پس مطمئنا خیلی چیز خوبی باید باشه و مطمئنا هست. اما دوستان، من قصد ندارم که صحبت‌هایی رو اینجا بکنم که شما رو از مبحث اصلی جاوا اسکریپت دور کنم. فقط و فقط من قصدم این بود که شما رو با یک سری از عبارت‌ها و کلمات آشنا بکنم که گوش شما آشنا باشه. اما توی این دوره ما چه چیزایی رو میخوام یاد بگیریم؟ این دوره در واقع تمرکز اصلیش برای کسایی هست که قصد ورود به دنیای برنامه‌نویسی با جاوا اسکریپت رو دارن. اما من سعی میکنم مطالب تا حد امکان ساده و بدور از عمق و پیچیدگی براتون توضیح بدم. اما این بدون معنا نیست که
مفاهیم رو مهم رو از قلم بندازم. نه، این بدین معنی هست که آموزشی که پیش روی شما هست در عین سادگی و روان مفاهیم اصلی رو هم توضیح میده و از گفتن جزئیات تکمیلی من خودداری میکنم. به این دلیل که مطمئنا شما هر کسی یک صبر و حوصله‌ای داره. من نمیخوام با دیدن این ویدیو شما خسته بشید یا اینکه خیلی زود جا بزنید. نه، هدف من این هست که شما رو با دنیای زبان جاوا اسکریپت آشنا بکنم و بدونید که چقدر این زبان قدرتمنده و چه کارایی ازش برمیاد. در کنار اینکه سینتکس ها رو من کاملا توی این دوره برای شما کامل توضیح میدم، سینتکس های جاوا اسکریپت رو، از اون سمت سعی میکنم با استفاده از مثال ها و پرکتیس هایی که توی دوره براتون ذکر میکنم بتونم شما رو خیلی خوب و خیلی هدفمند با این زبان آشنا کنم و شما بتونید هدفهای خودتون تو این دوره پیدا بکنید. و یه نکته مهمتر این که دوستان سعی کنید همزمان با یاد گرفتن جاوا اسکریپت شما زبانهای HTML و CSS رو هم در حد مبتدی شروع به یادگیری بکنید. به چه دلیل؟ به دلیلی که خود جاوا اسکریپت به تنهایی معنی نداره، بدون HTML و CSS معنی نداره، همونطوری که HTML بدون CSS معنی نداره. اینا کاملا به هم زنجیروار متصل هستن و برای اینکه شما بتونید خیلی بهتر و خیلی عمیق‌تر به این موضوع برسید، من پیشنهاد میکنم که حتما HTML و CSS رو در حد یک سری تمرین های مبتدی یاد بگیرید. البته ناگفته نمونه که من حتما توی این دوره شما رو به این سمت و سو سوق میدم، یعنی بالاجبار این کار رو میکنم، به دلیل اینکه شما حتما باید این مباحث رو در کنار این دو زبان نشانه گذاری یاد بگیرید که بتونید نهایت استفاده و کارایی بهتر رو توی این دوره ببرید. با من همراه باشید.